شما که این ویدیو رو تماشا می‌کنید احتمالاً در طول زندگیتون بارها و بارها رژیم گرفتید، وزن کم کردید، به اندام ایدئالتون رسیدید، اما بعد از گذشت ماه‌ها یا سال‌ها وزنی که کم کرده بودید برگشته یا حتی بیشتر از وزنی که کم کردید وزن اضافه کردید. اگر اینطوره حتما این ویدیو رو تا انتها ببینید. بر اساس پژوهشی از مرکز تحقیقاتی UCLA 95% افرادی که وزن کم میکنن طی 2 تا 5 سال مجددا وزنشون برمیگرده و 1/3 تا 2/3 این افراد حتی وزن بیشتری نسبت به وزن اولیه کسب میکنن. این پژوهش سبب شد افراد به این موضوع پی ببرند که چرا رژیم‌های غذایی نتایج ماندگاری ندارن و چرا میلیون‌ها انسان در طول عمرشون چندین بار وزن کم میکنن، شکست میخورن و این شکست رو به بی‌ارادگیشون مرتبط میدونن. غافل از این که رژیم گرفتن پیش بینی کننده محکمی برای بازگشت وزن در آینده است. صنعت رژیم غذایی یکی از پولسازترین تجارت‌های جهانه که سالانه میلیاردها دلار از درآمدش رو مدیون این حقیقت تلخه که رژیم‌های غذایی در بلند مدت تأثیری ندارن. رژیم غذایی معمولاً در ابتدای کار باعث کاهش وزن سریع میشه، اما بعد از مدتی یا منجر به تثبیت یا بازگشت وزن میشه. بعد از شروع رژیم غذایی هورمون لپتین یا هورمون سیری کاهش پیدا میکنه تا غذاها خوشمزه تر نشون داده بشن و بدن به هر قیمتی اجازه نمیده که وزن کم بشه و شدیداً تلاش میکنه تا وزن فعلیش رو حفظ کنه. اما بعد از گذشت زمان و رسیدن به وزن ایدئال مقاومت کم کم شکسته میشه. خوردن غذای ممنوعه رژیم غذایی باعث به وجود اومدن تفکر همه یا هیچ میشه. تفکر همه یا هیچ یا تفکر سیاه و سفید نوعی تفکر افراطیه که افراد کوچکترین سرپیچی از قوانین رژیم غذایی رو یک شکست بزرگ تلقی میکنن و بعد از خوردن مقدار کمی از غذای ممنوعه ناامید میشن و رژیم رو به طور کامل کنار میذارن تا جایی که برای دوری از این احساس ناخوشایند به پرخوری متوسل میشن. بنابراین وزن مجددا برمیگرده تا با برنامه‌ریزی برای رژیم غذایی بعدی این روند دوباره تکرار بشه. خیلی از افراد با شکست در رژیم غذایی و بازگشت وزن این موضوع رو به اراده نسبت میدن، در حالی که رژیم‌ها برای به دام انداختن انسان‌ها به وجود اومدن تا اونها رو بارها و بارها شکست خورده نشون بدن و از احساس بی‌ارادگیشون درآمد کسب کنن و سلامتی جسمی و روانی افراد رو تحت تاثیر قرار بدن و هر روز انسان‌های بیمارتری رو پرورش بدن و پول بیشتری به جیب بزنن. بدن در زمان رژیم گرفتن به هر راهی متوسل میشه تا شما رو از این کار منصرف کنه. بوی خوراکی ها رو برای شما خوشایندتر نشون میده. احساس گرسنگی شما رو افزایش میده. اشتغال ذهنیتون به غذا رو بیشتر میکنه. احساس ولع شدیدی نسبت به غذا، مخصوصا خوراکی هایی که در رژیم ممنوع هستن رو افزایش میده و در نهایت شما رو به سمت پرخوری هدایت میکنه تا این کمبود و محدودیت غذایی رو با خوردن حجم زیاد غذا جبران کنه. اینکه هر کسی آرزوی اندام ایدئال داشته باشه، ایدئالی که جامعه و صنعت پردرآمد رژیم غذایی ساخته، کاملا قابل درکه. هزاران نفر در سراسر جهان برای رسیدن به این ایدئال دست به هر کاری میزنن، از رژیم‌های محدود کننده تا عمل‌های جراحی لاغری. بدن ایدئال با وزن سلامت یا ست پوینتی که بدن برای ما در نظر گرفته تا در بهترین و متعادل ترین وضعیتمون باشیم خیلی تفاوت داره. جامعه و مد و ایدئال‌هاش که هر چند سال یک بار به طور کلی تغییر میکنه و انسان‌ها برای رسیدن به این اندام‌های بعضاً به دور از واقعیت ضررهای جبران ناپذیری رو به سلامت جسمی و روانی ما تحمیل میکنه. ما رو بی اراده و ضعیف نشون میده چون نتونستیم در وزن خاصی بمونیم. نتونستیم مثل یک مربی حرفه‌ای ورزش تلاش کنیم و چربی بسوزونیم. نتونستیم برای همیشه خوراکی‌های چاق کننده رو کنار بذاریم، در صورتی که همه این کارها هم از نظر روانی و هم از نظر جسمانی تقریباً غیر ممکنه و صنعت رژیم غذایی هر روز ما رو بیشتر از قبل ناامید و سرخورده میکنه تا از این سرخوردگی نفع و سود به دست بیاره. رژیم غذایی به احتمال 95% به شکست منجر میشه و چیزی به اسم اراده برای به دست آوردن وزن ایدئال وجود نداره. اگر کاهش وزن بعد از گذشت سالها ماندگار شد و برگشتی نداشت، صرف نظر از آسیب‌های جسمانی مثل کمبود ویتامین و ضعف بدن،
حتما آسیب‌ها و اختلالات روانی جدی مثل اختلالات خوردن از جمله بولیمیا، اورتورکسیا و آنورکسیا رو به همراه داره. در ویدیوهای بعدی حتما به این بحث میپردازیم. بدن رو دچار محرومیت و محدودیت غذایی نکنید. تحرک و خواب کافی داشته باشید. اجازه بدین که بدنتون تصمیم بگیره که شما در چه وزنی در سلامت ترین حالت خودتون قرار دارید و این وزن رو بپذیرید. اجازه ندید که چرخه رژیم‌های مکرر شما رو از نظر جسمانی و روانی دچار اختلال کنه، هرچند که این وزن از ایدئال شما یا جامعه دور باشه.